تازه نگاه داشتن ترکیب آب، صفت ثمرانوکی آن و چند از معماها در سمینار عملی تشکیل نموده ریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوق مورد بررسی قرار گرفت. سمینار مذکور به خاطر بلند برداشتن سطح معرفتناکی اهالی و متخصصان ساحه حفظ محیط زیست به راه مانده شده در آن نمایندگان بخش و شعبه‌های ریاست شرکت ورزیدند. در این سمینار به خاطر بلند برداشتن معرفت اکولوژی و رشد ساحه مذکور سخن کرده شد. همچنین دوام نزدیک 30 سال آخر برای حفظ نمودن محیط زیست و منبع‌های آبی طبیعی کاربری‌های زیاد را یادآوری نمودند. سمینار عملی امروزه بخشیده به 22 مارت روز بین‌المللی آب و در دوره نقش چارگانه 10 ساله عمل آب را برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 برگزار می‌گردد. سازمان ملل متحد بار اول سنه 22 مارت سال 1993 جشن گرفته. مقصد اساسی این اید بلند برداشتن معرفت مردم درباره مهمیت منبع‌های آبی، ضرورت استفاده صرفه‌کارانه آن، همچنین روانه ساختن توجه حکومتداران، راهبران تشکیلات کارخانه‌ها، عامه وسیع برای اندیشیدن چاره‌های فعالانه جهت حفظ و برقرار نمودن ذخیره آب میباشد. با کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان و کودکس آب جمهوری تاجیکستان تغییر و اعلاوه ها وارد کرده شده است. این تغییر و اعلاوه ها مهم سال 2020 وارد شده است که آن اساساً با ماده های از 173 تا 179 را فرا میگیرد. سبب اساسی وارد شدن تغییرات ها با کودکس در چی است؟ سرمتخصص عاید به حقوق ریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوق طالب جان یوسفوف در این باره معلومات داد. کودکس آبی عمل کننده از کودکس آبی پیشتر فعالیت عمل کننده که امروز به اعتبار دانسته شده فرقیت بسیاری فرقیت دارد، چون در نتیجه آنکه زیاده از قریب 20 سال کودکس عمل کرد، بعضی حالت‌هایی که وابسته به استفاده و حفظ آب پرابلم پیدا میشد، همین چیز به ما معما بود و امروز همون متخصصانی که وابسته به همین تهیه و قبول همین سند معیاری حقوقی کار کردن همین مسائل از بین براشتند و همین چیز در کودکس در قانونگذاری داخل کرده همین مسائل تنظیمی خوب در آورده. پیش از همه یک چیز اساسی همینجور داخل شد که مقام وکالتدار در ساحه حفظ ذخیره های آب معین کردن علاقه. این علاقه مقام وکالت در ساحه حفظ محیط زیست یک تعاقب مقام شد. پیشتر وقت کودکس که خارجی آب میگفت مقام وکالتدار، کمیته حفظ محیط زیست میگفت مقام وکالتدار با اداره سرگیالوگی بود وای و وکالت همین معما بود. علاقه امروز معین شد. نظارت حفظ استفاده ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان مقام وکالتدار این کمیته حفظ محیط زیست نزد کمیته جمهوری تاجیکستان. سمینار عملی در حل مشکلات هنگام اجرای کار مساعدت نمود، چونکه حقوق شناسان و کارمندان شعبه و بخش‌های ریاست حفظ محیط زیست در شهر و ناحیه‌ها طرز درستی حساب نمودن پرداخت‌های حتمی اکولوژی، پرتو آب‌ها و ضرر را آموزاندند. پروتکل کرده پرونده آغاز میکردیم. ماده همینجا خط کاستی ماده 174 رعایت نکردن نظارت صفت پرتو. این با وکالتی همون کارخانه‌ای که نظارتی اداری 3 ساله میبرد همون داخل میشد و ما همین که در نتیجه این پروتکل ها همین ماده 174 استفاده میکنیم. نظارت رعایت پرتوستن پرتو آب‌ها صفت و همون منبع آبیش به باید که نظارتی اداره بشه وای بره. وای که نبود علاقه طلبات قانون رعایت نشده حساب میشد. شما میتونید نسبت همون شخصی که همون مسئله رو مسئول است باید که همین چیز نظارت کنند نسبت پروتکل معمولی ترتیب میکنند. از روی تحلیل کارمندان ریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوق دوام سال 2020 107 عدد پروتکل‌های حقوق ویرانکنی از جانب متخصصان حفظ محیط زیست ترتیب داده شده است. این پروتکل‌ها به خاطر جوابگو نبودن آب تشناب و دیگر مشکلات در این ساحه ترتیب داده شده است. جزای آن جریمه به حساب می‌رود. این گونه حقوق ویرانکنی‌ها اساساً در شهر و ناحیه‌های خوجند، باباجان غفورов، اشت و سپیتامین به چشم رسیده است. در نظارت قطعی گرفتن منبع آبی از افلاس‌شوی و آلوده گشتن منبع آب و همچنین کودکس آب جمهوری تاجیکستان در تهیه نو نشر شد
инчунин барои муҳокима кардани якчанд моддаҳое ки барои асосан ба мақомоти мо вобастагӣ дорад барои баррасии анавун семинар ин семинарро гузаронида истодем. дар вилояти Соғ 64 адад нуқтаҳои партовтозакунӣ мавҷуд мебошад ки аз он 33 ададаш дар ҳолати корӣ қарор дорад. оби ташнобҳои вилояти Соғ баъди гузаштан аз иншоотҳои обтозакунӣ тоза мешавад ва ба майдони филтратсионӣ мепартоянд. аммо дар бархе аз корхонаҳои ҳудуди вилояти Соғ оби ташноб ба заҳбор партофта мешавад. аз рӯи таҳлили кормандони раёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти Соғ ҳоло дар вилояти Соғ сифати обтозакунӣ ба талабот ҷавобгӯ мебошад. гузориши Мафтун Шукурова, Саид Мухтори Саиданвар барои барномаи иттилоотии Хабар.